ساعت 5 صبح یه دفعه آژیرها به صدا در میان. ناوهای جنگی چین به سمت تایوان حرکت میکنن. آسمون پر از جنگنده‌های چینیه. آیا این لحظه‌ایه که تاریخ جهان رو واسه همیشه تغییر میده؟ تو نگاه اول تایوان شاید تنها یک جزیره کوچیک به نظر برسه. تایوان تولید کننده بیش از 90% از تراشه‌های نیمه هادی پیشرفته جهان هستش. قطعاتی که واسه گوشی‌های هوشمند، خودروهای الکتریکی و حتی تسلیحات نظامی حیاتی هستن. اما مسئله تنها به اقتصاد ختم نمیشه. چین تایوان رو بخشی از قلمرو خود میدونه، در حالی که تایوان سالهاست به عنوان یک دولت مستقل عمل میکنه. تو تابستون 1995 چین تعدادی از نیروهای خودش رو به استان فوجا میفرسته. اونها شروع به آزمایش موشکی میکنن و بعد تو رسانه‌ها نشونش میدن. سپس تمرین‌ها و رزمایش‌های مختلفی انجام میدن تا قدرت خودشون رو نشون بدن. اما این رزمایش‌ها خیلی مشکوکه، چون خیلی شبیه عملیات نظامی عبور از این عرض مستقیم 130 کیلومتری واسه حمله به تایوانه. مکانی که چین هیچ وقت اون رو یک کشور واقعی حساب نکرده، بلکه یک جزیره شورشی و جدا شده از خودش میدونه. این اتفاقات باعث میشه آمریکا بزرگترین نیروی نظامی دریاییش از زمان جنگ ویتنام که تو آسیا مستقر بود رو درست به اینجا تو همسایگی چین بفرسته. Diplomatic trouble may be brewing again between China and the United States. بیل کلینتون بهترین ها رو میفرسته. ناوهای هواپیمابر، رزم ناوهای حامل موشک‌های هدایت شونده، ناو شکن‌ها و سیستم‌های تسلیحاتی قدرتمند. این پاسخ به چین و تمام تلاش‌های اون واسه ترسوندن تایوانه. پیام خیلی واضح بود. چین، ما خیلی قدرتمندتر از شما هستیم. پس عقب نشینی کنید و تایوان رو به حال خودش بذارید. حدس بزنید چی شد؟ کاملا کار کرد. چین عقب نشینی کرد و آمریکا دوباره خودش رو به عنوان قدرت جهانی معرفی کرد. حالا بیاییم برگردیم به زمان حال. تو این 24 سال چیزهای زیادی تغییر کرده. چین دوباره داره کارهای مشکوکی انجام میده. یکی از عملیات مورد علاقش تو این سالهای اخیر پرواز هواپیماهای نظامی و شناساییش به داخل مرز هوایی تایوان هستش. مرز هوایی تایوان به نام ایدز به این شکله و اگه هواپیمایی واردش بشه باید خودش رو معرفی کنه وگرنه متجاوز محسوب میشه. با این حال چین پرواز هواپیماهای نظامیش رو بر فراز این حریم هوایی بارها و بارها انجام میده، اونم بدون درخواست مجوز و بدون شناسایی. این کار رو تا الان صدها بار انجام داده. یه جورایی داره به تایوان میفهمونه که اینجا رئیس کیه. حالا حدس بزنی کی دوباره واسه آروم کردن اوضاع میخواد وارد منطقه بشه؟ درسته، آمریکا باز با قدرت نیروهای نظامی دریاییش به سمت تایوان میاد تا مثل گذشته قدرت نمایی کنه. اما این بار جواب نمیده و چین همچنان عملیات‌های شناساییش رو ادامه میده، حتی بیشتر از قبل. بله، این دیگه دهه 90 نیست. اوضاع تغییر کرده. آمریکا نمیتونه فقط با فرستادن دسته‌ای از کشتی‌های جنگیش باعث عقب نشینی چین بشه. قدرت نظامی و اقتصادی چین خیلی قوی‌تر از 20 سال قبله. چین حالا دیگه با انواع موشک‌ها، تجهیزات و امکانات نظامی، اما زمینی، هوایی و دریایی حرفی برای گفتن داره. از طرف دیگه اشتیاق چین واسه تصرف تایوان و وصل کردن اون به سرزمین اصلی خیلی بیشتر شده. تو این سالهای اخیر این درگیری بیشتر و بیشتر داره واقعی‌تر میشه و احتمال وقوع جنگ جهانی سوم قوی‌تر از قبل میشه. میخوام با هم دیگه کاملا وارد این سناریو بشیم که اگه این درگیری‌ها تشدید پیدا کنه چه اتفاقی میتونه بیفته. الان درست تو زمانی هستیم که چین تصمیم قاطع گرفته تا تایوان رو زمینی کشورش کنه و تنها راه واسه انجام این کار رو حمله نظامی میدونه. نیروی دریایی چین مرزهای تایوان رو میشکنه. جنگنده‌های پیشرفته، ناوهای جنگی و زیردریایی‌ها تایوان رو محاصره میکنن. سامانه‌های دفاعی تایوان فعال میشه و صدای انفجارات تو سراسر جزیره شنیده میشه. هر چیزی که میتونه واسه دفاع واسه تایوان کمک کنه مورد حمله موشک‌ها و جنگنده‌ها قرار میگیره، مثل رادارهای شناسایی، مراکز فرماندهی، پایگاه‌های نیروی دریایی، پل‌ها و شبکه‌های ارتباطی، نیروگاه‌ها و حتی مراکز دولتی. تمامی اینها سریع و تو عرض چند ثانیه اتفاق میفته.
تایوان هم با چندین موشک و جنگنده آنچه تو توان داره رو نشون میده. اما واکنش جهان چیه؟ آیا آمریکا که متعهد به دفاع از تایوان هستش وارد جنگ میشه؟ آیا کشورهای ژاپن و کره جنوبی که تو نزدیکی این جنگ هستن به کمک تایوان میان؟ آمریکا که متحد اصلی تایوان به حساب میاد به احتمال زیاد ناوهای جنگی و زیردریایی‌های تهاجمی خودش رو از پایگاهاش تو منطقه یعنی ژاپن و گوام به منطقه اعزام میکنه. احتمال برخورد مستقیم بین دو ابرقدرت هسته‌ای یعنی آمریکا و چین جهان رو به آستانه جنگ جهانی سوم میبره. ژاپن و کره جنوبی که متحدان نزدیک آمریکا هستن تو خطر جدی قرار میگیرن. ژاپن ممکنه تسلیحات نظامی بیشتری تو منطقه مستقر کنه و کره جنوبی هم از نظر اقتصادی دوست نداره چین با گرفتن تایوان به بزرگترین تولید کننده ریز تراشه تو جهان تبدیل بشه، ولی از ترس سوء استفاده کره شمالی زیاد درگیر این جنگ نمیشه. از طرفی استرالیا هم به عنوان متحد آمریکا به کمک تایوان میاد. چین حمله نظامی به خاک تایوان رو شروع کرده. از طرفی چین مجبوره به متحدین تایوان هم پاسخ بده چون اونا به منطقه رسیدن و از هر لحاظ دارن تایوان رو حمایت میکنن. احتمالاً اولین پاسخ چین زدن پایگاه‌های آمریکا تو ژاپن و گوام هستش. اینجاست که آمریکا تمام نیروهای دریاییش رو از سمت کشور وارد جنگ با چین میکنه. اما ممکنه درگیری‌ها خیلی فراتر از این حرفا باشه. هند به عنوان رقیب منطقه چین اگه بخواد بر علیه چین اقدامی انجام بده میتونه مسیرهای کشتیرانی تجاری به سمت غرب رو کاملا مسدود کنه و حتی احتمال داره از این فرصت استفاده کنه و به مرزهای هیمالیا تو جنوب حمله کنه. حتی تو داخل چین مبارزان آزادیخواه تبتی که مدت هاست با حکومت چین خصومت دارن قیام کنن و از این بی‌ثباتی واسه به دست آوردن کنترل مجدد منطقهشون استفاده کنن. تو جنوب فیلیپین به خاطر اختلافات مرزی و مشکلاتی که واسه ماهیگیراش به وجود میاد پشت تایوان به عنوان حامی میمونه. تو این اوضاع به احتمال خیلی زیاد روسیه هم تصمیم میگیره واسه ایجاد تعادل قدرت بین طرفین جنگ وارد این درگیری بشه که در این صورت احتمالات کاملا غیر قابل پیش بینی میشه. تو کل جهان کشورهای دیگه‌ای که دنبال فرصت واسه حمله تمام عیار به همدیگن هم میتونه به آتش این جنگ اضافه کنه. البته که تأثیر این حمله ها فراتر از مرزهای تایوان خواهد بود. بازارهای جهانی سقوط میکنند، قیمت نفت و گاز سر به فلک میکشه و بحران تو زنجیره تامین تراشه ها آغاز میشه. صنایع فناوری تو سراسر جهان متوقف میشن و قیمت گوشی های هوشمند و خودروها به شدت بالا میره. اگه چین موفق بشه تایوان رو تصرف کنه، جهان به دو بلوک بزرگ تقسیم میشه. بلوک تحت رهبری چین و بلوک غربی تحت رهبری آمریکا. کشورهایی مثل روسیه ممکن از ضعف احتمالی غرب بهره برداری کنن که این باعث میشه نظم جهانی به طور کامل دگرگون بشه. اما این تنها یک سناریو نیست. این داستان واقعی امروز جهان ماست، جایی که یک تصمیم از طرف یک کشور میتونه آینده بشریت رو تغییر بده. اما سوال اصلی اینجاست: آیا ما برای این تغییر آماده ایم؟